به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم‌دیاران عزیز، بار دیگر شما را خیر مقدم میگویم به شبکه پیمان ملی تاجیکستان و عذر میپرسم برای اون تأخیر و اون فاصله که بین صحبت‌های ما با وجود آمد و شما همتون آگاه بودید که در این بین چند چهاربینی‌های مهمی برگزار شد که ما در آن شرکت داشتیم و همین طریق این فاصله با وجود آمد. همزمان میخواستم پیش عذر بپرسم برای آن که یک کمی سرماخوردگی هم داریم و شاید در رفتی صحبت و گفتگو این سرماخوردگی از خود درک بدهد. امیدواریم که با دعای شما زودتر شفا خواهیم یافت و این سرماخوردگی تاثیر زیادی در صحبت ما نخواهد داشت. همونطور که مجری برنامه اعلان کردن، قبل از آن که ما به جواب به سوالهای شما بپردازیم، یک مقدمه در دو موضوع میخواستم خدمت شما عرض کنم که این هم باشد یک سالگی فعالیت پیمان ملی جمهوری تاجیکستان و بعداً یک صحبت جنبستی درباره کنفرانسی ورشا و کنفرانسی سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهیم داشت. همچنین که ما و دیگر مسئولین پیمان ملی جمهوری تاجیکستان در نشستی ورشا و بخشیده به یک سالگی تأسیس پیمان گفتیم، این یک سال گذشته برای ما اعضا، مسئولین و طرفداران پیمان ملی تاجیکستان و فکر میکنم برای بخشی بزرگ از ملت عزیزمان که خواهان دیگرگونی و تغییرات در کشور هستند خیلی یک سال مهم بود و پیمان ملی تاجیکستان در این یک سال گذشته اثبات کرد که همچون یک نیروی ملی و نیرویی که در وقت و در زمان مناسب روی صحنه آمده است خود را نشان داد و اثبات کرد که میتوان در شرایط کنونی با وجود همه این مشکلات ها و وضعیتی که هست، اگر اراده باشد، اگر تصمیم جدی باشد، اگر خواهش باشد، کاری را برای ملت و کشور انجام داد. ما بعد از یک سال تأسیس پیمان ملی تاجیکستان میتوانیم با صراحت و با قاطعیت بگوییم که این پیمان اگرچه با دشواری‌های زیاد در این سال روبرو بود، از خود یک همچون نیروی ملی، نیروی استوار خود را معرفی کرد، نشان داد. اگرچه باید اعتراف کنیم که حتی خود ما هم بعض انتظاری‌های داشتیم، بعض، حالا به عبارت دیگر بگیم، بعض نگران بودیم از آن که در نتیجه فشارها، در نتیجه دخالت‌های نیروهای بیرونه و مقامات دولتی در کار پیمان خلل‌ها وارد خواهد شد و حتی این انتظاری و پیشبینی را هم می‌کردیم که شاید برخی از افراد پیمان یا نیروهای پیمان با هر دلیل از راه بیرون شوند و اعلام کنند که دیگر نمیتوانند با پیمان مسیر را ادامه بدهند. اما خدا را شکر با لطف پروردگار و با دستگیری مردم عزیز و بخصوص با همکاری بسیار هم خوب همه اعضایان پیمان ملی تاجیکستان، بخصوص رهبران و مسئولین 4 سازمانی که عضو این پیمان هستند، ما توانستیم این سال دشوار را خوب جنببست کنیم و با وجود اون همه پیشبینی هایی که برخی ها میکردن که پیمان ملی تاجیکستان شاید یک سال هم طول نکشد پراکنده می شود و یا برخی از ما جدا می شوند، خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. اما این معنی را ندارد که این سال برای پیمان سال هموار و بی دشواری ها بود. طبیعی است که برای یک نیرویی که دور از وطن هست و این مقدار زیادی تحت فشار قرار دارد، کار کردن در چنین شرایط کاری آسان نیست. اما واقعا هم در این سال دشوار اثبات شد که ملت تاجیک دیگر اون ملت 3 سال پیش، 5 سال پیش نیست. ما روز به روز داریم یک ملت را شاهد میشویم که هر روز از روز قبلی بیشتر بیدار می شود، آگاه می شود و این خودش برای پیمان و برای تمام نیروهای آزادی خواه یک سرمایه است. دو نکته را میخواستم در رابطه به این موضوع بار دیگر تکرار کنم، اگرچه در صحبت‌های بخشیده به یک سالگی گفته شده بود مفصل تر. یکی این است که پیمان ملی تاجیکستان به هیچ وجه میدان مبارزه را احتکار یا به اصطلاح مونوپول نکرده است، بلکه خودش را یک
نیرو و جزئی از ملت میداند. این میدان و این صحنه برای همه باز است. برعکس ما فکر میکنیم که مبارزه برای وطن و ملت تنها مسئولیت پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهایی که امروز در صحنه هستند نیست، بلکه هر یک فرد این ملت وظیفه‌دار است، مسئول است که در مبارزه برای بهبودی کشور و ملت سهم خود را بگذارد. ما مطمئن هستیم که هیچ نیروی به تنهایی نمیتواند از عهده این مسئولیت برآید، نه پیمان ملی تاجیکستان، نه احزاب دیگری اعضای این پیمان و نه اون نیروهایی که در صحنه مبارزه هستند اما با پیمان هنوز وصل نگشتند. این را باید همگان بدانیم که آزاد کردن ملت از این وضع بحرانی یک مسئولیت و یک کار دست جمعی است و همه با هم باید این کار را انجام بدیم. نکته دوم این است که پیمان ملی تاجیکستان به هیچگاه خودش را یک سازمان بالاتر، فراتر و یا قویتر از دیگران نمی‌داند. برعکس ما خود را یک پلتفرم مشترک می‌دانیم که همه حزب و سازمان‌ها، گروه‌ها می‌توانند در مسئله آینده تاجیکستان در این پلتفرم شریک باشند، بحث کنند، گفتگو کنند و ما یک دیدگاه مشترک را درباره آینده تاجیکستان بعد از این مرحله حاکمیت خانوادگی فکر کنیم، مشورت کنیم و به یک نتیجه برسیم. اگر دوستان فکر میکنند که پیمان ملی تاجیکستان نمیتواند این پلتفرم و این ظرفیت رو داشته باشد که همگان را جمع کند، اینم قبول است. پیمان ملی تاجیکستان میتواند یکی از نیروهای باشد که با دیگر هموطنان، با دیگر نیروهای مبارز سر این موضوع بشینند، گفت و شنید کنند و یک راه حل را پیدا کنیم. مهم برای ما این است که هیچ یک نفره، هیچ یک گروه خود را از این مسئولیت دور حساب نکند، خود را از صحنه بیرون حساب نکند و بدانند که برادران خواهران آنها در پیمان ملی تاجیکستان نه تنها در را برای گفتگو باز ماندند، بلکه مشتاق این گفتگو و همکاری هستند و این روش ما باور داریم که از طرف دیگر هموطنان پشتیبانی خواهد یافت.